و ایره هم دیدیم که دوستان عزیزم راهش که بود باز نشده بود هنوز و هنوز آهن چاغر بود دیگه. حالا گفتن که باز شده دوستان عزیز. حالا میریم دیگه که ببینیم آیا باز شده، چگونه جور کردن، بالایش چه شکل است، موترها میرن نمیرن، راه چوک کم فرصت کرده یا نکرده. از این طرف خرما فروشی میریم دوستان عزیز. خوب بیروار آمد دوستان عزیز. به این طرف بند شد. این از سرکه که عمومی ترش بریم. اینجا دوستان عزیز یک لفت هم داره. لفت داره، شاید به مریضا باشه یا کسایی که دیگه راه رفتن برشون سخت باشه یا شاید به مسئولین از میشه از اینجا مسئول هم داره دوستان عزیز. پایین ببینین اون دانه نفر تیر بیر میشه خلاص دیگه بخاطر کسی. سلام و درود نساره تک تک شما عزیزان، انشالله که خوب و صحتمند باشین دوستان نهایت گرامی. دوستان عزیز روز قبل ویدیوی زیرزمینی پل خشتی را که تا چوک ادامه داره براتون گرفتم و آپلود کردم و دیدین و ایره هم دیدیم که دوستان عزیزم راهش که بود باز نشده بود هنوز و هنوز آهن چاغر بود دیگه. حالا گفتن که باز شده دوستان عزیز. حالا میریم دیگه که ببینیم آیا باز شده، چگونه جور کردن، بالایش چه شکل است، موترها میرن نمیرن، راه چوک کم فرصت کرده یا نکرده. تمام از اینا را میبینیم دیگه. در ادامه ویدیو همراه ما باشین دوستان عزیز. هر بار در آخر ویدیو میگم، این بار در اولش میگم که چینل یوتیوب سابسکرایب کنین یا اگر در فیسبوک میبینین صفحه را فالو کنین که ویدیوهای آینده از دستتان نره. دیگه ویدیو را حتما لایک کنین دوستان عزیز و نظراتتون رو بر ما در کامنت ها بنویسین. خب دوستان عزیز همونطور پیش میریم، از پل خشتی بگذریم. یا فعلا دوستان عزیز فروشگاه از دکان‌ها رو ببینید که نیمشون باز است نیمشون هم بسته. هم خان کنجد پلو رستوران است که اون دوستان عزیز پلو و بچه‌اش آماده و تیار داره دیگه. دکان‌های سولار رو میشه زیاد از دوستان عزیز، سولار سیستم هاست. حال دیگه مردم زیادتر سولار میگیرن، زمستان هم دراز به برقی تابستان هم زیاد بود دیگه. این برقی فروشی هست که دو طرف جاده نار پشتون است، دو طرف هم زیاد برقی فروشی هست. خب مردم کوشش میکنن از هر جای به قیمتی که برشون بصرفه بگیرن. شاهین معروف به برقی توکو لارزمه. خب دوستان عزیز نینی هم دیگه پل خشتی کابل میشه که از پل خشتی میگذاریم اون طرف میریم. راهش که باز شده انشالله تا جایی که خبر دارم دیگه بریم ببینیم که دوستان عزیز راماش باز شده واقعا یا نه. از این طرف خرما فروشی میریم دوستان عزیز. خوب بیروار آمد دوستان عزیز. به این طرف بند شد. این از سرکه که عمومی ترش بریم از سر پل بگذاریم و بله دوستان عزیز راهش باز شده. در ضمن که راهش باز شده تمام از سرش سولار گرفتن. این طرف ببینیم حالا میبینین دوستان عزیز. بله دوستان عزیز واه نام خدا چه یک سرک جور کردین دوستان عزیز. سرک ببینیم هیچی هم گرفتین سرش که موترهایی که تناژ بلند هستن از چه دیگه نرن نگذرن. این مزیت پل خشتی دوستان عزیز که در تصویر میبینین که از مسجدهای قدیمی و مشهور و محبوب کابل است. و این هم دوستان عزیز همون سرک است پایینش چی جور شده، زیرزمینی جور شده. این زیرزمینی دوستان عزیز که در تصویر میبینین زیرزمینی مردم نیست، بند است قسم از این معلوم نمیشه مردم
دوستان عزیز بالای زیرزمینی هر طرف سولار سیستم ها هست. اینجا جکشنش هم هست، این سولار سیستم هاش که شاید اینا برق پایی تامین کنن و به برق شهری نیاز نداشته باشن. خوب خط کشی هم کردن دوستان عزیز سرک هم، اما بعض جاها اینا تو هنوز کم کار دارن. جنراتور هم روشن از دوستان عزیز دیگه. بسیار اکسسیبل خوب جور کردن. ببینین اینجا دوستان عزیز یک لفت هم داره. لفت داره، شاید به مریضا باشه یا کسایی که دیگه راه رفتن برشون سخت باشه، یا شاید به مسئولین از میشه از اینجا مسئول هم داره دوستان عزیز. پایین ببینین اون یگان دانه نفر تیر بیر میشه خلاص دیگه و قدر کسی نیست. این طرف هم دوستان عزیز کوچه کافروشی است. از مسجد که بگذاریم این دوستان عزیز هواکش هم داره دوستان عزیز. چیز اینجا هم تازه خوازه بند کردیم که سولار سیستم ها رو بند کنن. فلزکاری دارن. میبینید دوستان عزیز سرکش خلوت است، موتورها به ندرت هستند و زیادتر مردم سرک به خاطر پیاده‌روی استفاده میکنه دیگه. نمیدونیم که سرک باز موتور رو هم خود شد یا نه. اونم دوستان عزیز چوک کابل است که پشت درخت پنهان شده. دیگه دوستان عزیز روبروی بازگشت شور بازار میشه. ما تو دوباره دور میخوریم از این طرفش، اما تو میریم دوباره. اون طرف هم دوستان عزیز بازار چهارچوته هست که ویدیوش گرفتیم اپلود شده در پلیلیست شهر کابل. اگر ندیدین ببینین. بازم انشالله روزهای بعدی هم از بازارها ویدیو میمونیم، از این بازار چهارچوته هم از این بازارها. خلاص دوستان عزیز به این شکل این سرک جور شده. این شکل که میبینیم جور شده. این کار سولار سیستمش هم در حال اجرا هست. سولار سیستمش مکمل نشده هنوز. این طرف دوباره موبایل فروش دوستان عزیز. احتمال زیادی هم میتیم که پایین مارکتش زیادتر موبایل فروشی ها بگیرن، چون که جای ناگر پشتون است دیگه. طرف هم پشتون مارکت است و موبایل سنتر است. زیادتر موبایل فروشی ها و الکترونیک فروشی ها هست. شاید زیادتر دکان ها را همینا بگیرن. اینجا هم دوستان عزیز یک راه دیگه هست. یک دانه لفت توسو داره و یک دانه تیسو داره. اونجا هم لفتش هستون دیدین دوستان عزیز. دروازه زرد لفتش بود. مسئولش هم اونجا شیشته گی هست. مسجد پل خشتی را دوباره این طرف میبینیم دوستان عزیز. پشت این سولار سیستم زیبا و بزرگ پنهان شده. سولار سیستم بزرگ از دوستان عزیز. تقریبا این حتی دو سه خانه را راحت برق داره میتونه اینقدر. خب دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همیتونه به الله متعال میسپارم. روزگار خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همیتان. Allah